صبح امروز بعد اشغال کابل از طرف طالبان افغان ازدحام بزرگی در فرودگاه کابل جمع شد. جمع آمدگان اکثرا افغان‌هایی بودند که می‌خواستند افغانستان را ترک کنند. در نواری که کاربران به خبرگزاری ریترز فرستادند، دیدن ممکن است که صرف نظر از صدای تیر ازدحام کوشش کرد به داخل فرودگاه کابل راه یابد. خادمان فرودگاه میگویند هواپیمای شرکت کامایر که میبایست از کابل به استانبول پرواز کند نتوانست سری وقت به هوا خیزد، زیرا خواهشمند پرواز زیاد بود و جای نشست به همه نرسید. 16 اوگوست دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که تمام کارمندان سفارت آمریکا به فرودگاه کابل انتقال یافتند و سربازان آمریکایی در جریان ترک افغانستان امنیت آنها را تأمین می‌کنند. منصبداران آمریکایی میگویند دیپلمات‌های آمریکایی و کارمندان محلی افغان که به ایالات متحده آمریکا در دوره جنگ کمک کردند حاضر در فرودگاه میباشند. دپارتمنت دولتی و وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک تصدیق کردند که انتقال افراد ملکی از فرودگاه کابل 16 اوگوست آغاز یافته چند روز ادامه می‌کند. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند که آنها نیز کارمندان سفارت‌هایشان را از افغانستان بیرون می‌کنند، اما روسیه گفته است که دیپلمات‌هایش در افغانستان باقی خواهند ماند. همین گونه رسانه‌های تاجیکستان و از جمله سامانه دیالوگ تیجه اطلاع دادند که سفارت تاجیکستان در کابل کارش را طور معمولی ادامه می‌دهد. 15 اوگوست پرزیدنت افغانستان اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان در شهر کابل قصر ریاست جمهوری این کشور را اشغال نمودند. سخنگوی اداره سیاسی طالبان محمد نعیم اعلام کرد که جنگ خاتمه یافت. او از تشکیل روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی پشتیبانی کرد. طبق اخبار رسیده فعلا انتقال قدرت به حکومت دوره گذشته بررسی می شود، ولی معلوم نیست که کی این گزارش به وقوع می پیوندد و کی از میان طالبان در این مذاکرات اشتراک دارد.